سلام دوستکای عزیز، خوش آمدین به ولاگ جدید. امشب شب سال نو است که در شهر السفلد ما همراه کاکا جانم تجلیل کردیم که بسیار زیاد خوش گذشت. خانم کاکایم بسیار غذای مزه‌دار جور کرده بود و هر سال درخت میگیرن که بسیار درخت مقبول جور کرده بودن و به مگی ما توفه گرفته بودن. همراه کاکا جانمشون زیاد خوش گذشت، اما موتر یاز نیم خراب شد، اما با شکر خدا دوباره جور شد. باز پس دوباره رفتیم خانه پدر جانمشون و مسعود جان به خاطر شیرینی فوق شاین خود به همگی شیر یخ گرفت.